آقا این سپرده‌گذارا بنده خدا تو سرما گیر کردن، منتظر یه خبرن از من. یه بی پدر مادری خبر داده تو سایتا که آقای نوریدیده فرار کرده. اجازه بدید من برم بهشون بگم. آقا ما خودمون تو سایتا زدیم. جانم خودمون زدیم. بشین. ببخشید چی فرمودین؟ عزیزم هوشنگ جان، ما علاوه بر خدمات مالی باید خدمات روانی هم به سپرده‌گذارهامون ارائه بدیم. غیر از اینه؟ ببخشید من ربطشو متوجه نمیشم. یه مثال برات میزنم. اگه دلار از 4 تومن بشه 10 تومن تو خوشحال تر میشی یا از 18 تومن بشه 10 تومن؟ خب طبیعتا از 18 تومن به 10 تومن منو بیشتر خوشحال میکنه. ولی در هر صورت دلار شده 10 تومن. این به خاطر شادی شما عزیزان. ما یه شایعه ریزی کردیم که آقای نوریدیده فرار کرده، بعد مردم عصبانی میشن، شلوغ میکنن، در و تخته رو به هم میکوبن، بعد فردا برمیگرده همه چی رو تکذیب میکنه. میدونی این چقدر مردم رو شاد میکنه، چقدر دعامون میکنن. عاقبت به خیر یعنی همین. به به چه پلیتیک فوق‌العاده‌ای. اصلا چقدر بزرگان ما رو به شاد کردن مردم توصیه کردن. یه جمله معروفی هست که حالا من همش رو یادم نیست ولی سرور و دخولش رو یادمه. یعنی چکیدش میشه این که شادی رو به زندگی مردم بیار تا شادی بیاد تو زندگی تو. آقا تازه سپرده‌گذارای ما انسان‌های حساس و شریفی هستند. اگر بفهمن که در مورد ما زود قضاوت کردن تا مدت‌ها خودشونو نمیبخشن و از همه مهمتر دیگه تو سرما تحسن نمیکنن. من واقعا به عنوان نماینده سپرده‌گذارا صمیمانه از مجموعه خواب تشکر میکنم. انصافا جا به جای این مجموعه در حال خدمت و تلاش برای سپرده‌گذارم. دست همه رو میبوسم. ما کاری نمیکنیم عزیزم. اصلا چی کار میکنیم؟ نفرمایید آقا نفرمایید.